پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف روز 25 آگوست سال 2023 با امضای چند فرمان ساختار ماموریت پرزیدنت را کلاً تغییر داد. بر اساس فرمانهای پرزیدنت طور سخنگوی میرزیویف شهرزاد اسدوف خبر داد دختر کلونی پرزیدنت سیدا میرزیویف 38 ساله و همچنین عزیز معروفوف یاردمچی پرزیدنت تعیین گردیده. رفشان غلاموف، علیشیر سلطانوف، شورت غنیف، مظفر کمالوف، غفورجان میرزایف، دانیار قادروف به مقام مشاور پرزیدنت ازبکستان تعیین شدند. به این ترتیب طبق ساختار نو سیدا میرزیویف عملا در ماموریت پرزیدنت ازبکستان بعد پدرش رهبر دوم می شود. با فرمانهای میرزیویف از 25 آگوست همچنین شهرزاد اسدوف مقام سخنگوی پرزیدنت را حفظ کرد. علمجانوف کامل، عبدالرحمانوف عادل، قربانبایف قهرمان، پیغاموف علیشیربک، عبدالرحیموف نادرجان، قادروف اوتکرجان رهبران دپارتمنت های ماموریت پرزیدنت ازبکستان تعیین گردیدند. قربانوف اولوغبک رهبر بخش پروتکل پرزیدنت و سید کریموف سید لذیذ سردار نظارت تفتیشاتی در ماموریت پرزیدنت ازبکستان تعیین کرده شدند. علمجانوف سخنگوی سابق شفقت میرزیویف و از یاران نزدیک دختر کلونی او سیدا میرزیویف به شمار رفته در گذشته نیز هر دو همراه در ماموریت پرزیدنت کار میکردند و هر دو یک جا ترک کار دولتی کرده چندین سال در بخش غیر دولتی در اگنتی اطلاعات و ارتباط عمومی و بنیاد مطبوعات یک جای فعالیت داشتند و سال 2022 بازم یک جا به کار دولتی به ماموریت پرزیدنت برگشتند. اکنون به نظر تحلیلگران اهمیت و نفوذ این تندم در ساختار نو ماموریت پرزیدنت در پی به مقام بلندتر رسیدن هر دو خیلی بالاتر می رود. ناظران بالا بردن مقام و نفوذ دختر کلونی پرزیدنت ازبکستان را یک نوع پیروی به تجربه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تلقی می کنند که هنوز سال 2016 وقتی که میرزیویف هنوز حتی پرزیدنت نبود دختر دویمش آزاده رحمان را رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین کرد. برخی ناظران سیدا میرزیویف را در بین فرزندان شفقت میرزیویف که در امور دولتی از همه فعال به نظر می رسد همچون وارث احتمالی کرسی پدرش ارزیابی می کنند، به ویژه در پس منظر رسیدنش به مقام رهبر دستگاه پرزیدنت.